محترم سخن کردن خیلی مشکل لیکن من تعزیه بیان کرده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امامعلی رحمانی و مردم دیار میرسانم و کش و اقربای جاودگان میرسانم. سخن کردن برای آن واضح است که از همه قیمت این حیات انسان است. از بین رفتن 10 نفر برای جمهوری تاجیکستان خیلی اندوهگین است. حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری جناب والی تمام چاره‌ها را از روز گذشته دیده است و این را شما باید دانید که جناب والی حکومت جمهوری تاجیکستان و ما هممون با شما و هیچ وقت در این روزها شما تنها نیامد. جناب والی برای جاودگان تمام کمک های لازمه را روان کردن. حاضر کمک با تشکیل کرده شده است با واسطه کمیته حالت های فوق‌العاده در راه است. ممکن همین لحظه میرسد. غیر از این از فوند ذخیره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به 10 عائله جبردیده با مبلغ 10,000 سومانگی کمک به واسطه رسانده می شود. سپارش رفت اجرا شده ایستاده. علاوه بر این با کمیته حالتهای فوق‌العاده سپارش داده شد که این آبی که برای محله است برقرار کرده آب به مردم رسانده می شود. لیکن یک چیز است، تلفات حیاتی با یگان چیز برقرار کرده نمی شود و حیاتی مردم ما برگردانده نمی شود. لیکن فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری جناب والی از آن شهادت می‌دهد که حکومت تاجیکستان با مردم است. برای من یک بار دیگر تعزیه رهبر دولت جناب والی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانی، اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان و نفران مقامات دولتی محلی و جاودگان به شما رسانده از خویش تبار اقربا صبر جمیله انتظار. تشکر استاد عزیز. همجویان عزیز، همین خیلی مصلحت شد. همه شما با همین حالت نگاه کرده در دل یک خوف و خطر را حس میکنید. این چیز را نمیتوانیم حقیقی دیده نگیریم. از همین لحاظ متخصصان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اینجا حضور دارند. از دیروز رحمت خدا با افسران با متخصصان با سرور من استاد عبدالرحیم همینجا حضور دارند، معاون رئیس جنرال شایف حضور دارند. بسیار خدمت‌های باسازا کردند و امروز تحقیق کردند که لحظه به لحظه در همینجا حضور داشتن خوف زیاد را پیش آورده ایستاده است. همه ما شما عقل رسا داریم. با دو دیده با عقل رسا باید ما خلاصه برآوری کنیم. از همین لحاظ بر اساس من همین قانون قاعده های شرایط اسلامی اینجا امام خطیب نویه محترم ناصر خوجا رحیم و اشتراک دارند، امام خطیب شهره که فیض‌آباد جماعت جوانان محترم کرامت الله سلیم حضور دارند، امام خطیب جماعت بوستان خود مولای 5 وقته دهه یکبیت و بسیار اهل تقوا و علما اشتراک دارند. اونا به خلاصه آمدند که امروز ما در همین لحظه چون افغانستان به برای ما همه شما امروز مثال روشن است. 200 نفر تک خاک ماندند. وقتی که 1200 نفر به مدد اونا رفتن خواستن نجاتشون دهند، فوق‌العاده باز یارچ فرآمد و این 1200 نفر نیست تک خاک ماند. از همین لحاظ احترام شما بزرگ است، چون استاد بختیار خداوندزاده همه این سخنهای صمیمی گفتن. از این سخنی عالی، از این سخنی بهترین دیگر موقع ندارد.
ما امروز به خلاصه آمدیم که در یک جایگی شما برادران اینجا یک جنازه دست جمعانه و قربانیانی که تگی ابین خاک ماندن یک جنازه دست جمعانه رو گذرانیم. حاضر من میخواهم همین حالت رو یک بار دیگر برای شما نزدیک روشنی انداختن سخن را به امام خطیب ناحیه محترم ناصر خوجا رحمه الله.